وقتتون بخیر دوستان عزیز، خسته نباشین. دوستانی که خرید یوسی داشته باشد در گوگل سرچ میکنن افغان دیجیتال، شرکت افغان دیجیتال، اولین گزینه که بالا هم روش کلیک میکنن. بعد از کلیک نمودن صبر میکنن صفحه براش باز شود و این قسمت اگر خواست همیشه خرید بزنید افزایش به صفحه اصلی نصب شود میزنید به صفحه اوکی میشه. اگر نیازی هم نبود که نیازی نیست، میتونه از گوگل هر وقت افغان دیجیتال شرکت افغان دیجیتال زدید بالا میاد. دوستان عزیز تمام این چیزا که میبینید شما دسته‌بندی شده است. روی هر کدام دسته که بزنید تمام محصولات برای شما باز میشه. الان در این قسمت من میخواستم یوسی بخرم، روی دسته یوسی میزنم. از 60 یوسی داره تا 16200 یوسی دیگه. بعدش هم صفحه بعدی هم داره. خب دیگه اینجا 24300 یوسی هم داره که حدودی 15 خورده. من باز هم صفحه اصلی میرم، روی 60 یوسی کلیک میکنم. روی 60 یوسی کلیک کردم، اینجا افزایش بس ثبت میذارم. خب اینجا اسم بازی را انتخاب میکنم، اینجا اسم بازی را وارد میکنم، اینجا آیدی اسم بازی را وارد که کردم، روی تایید میزنم. بعد از اینکه روی تایید شد زدم، در این قسمت ثبت سفارش، یعنی سفارش ما اگر بازم سفارش دیگه ای که هم که داشتم بازگشت به صفحه میذارم و این قسمت انتخاب میکنم. اینجا به صفحه فعلا نیازی ندارم، میرم روی ثبت. روی ثبت گرفتم، اینجا اینا ثبتش میکنم. نام خانوادگی، چون من چند باری از که خرید میزنم اینجا نام خانوادگی با شماره تلفنم ذخیره شده دیگه. خب اینجا ذخیره شده. من نهایی سازی سفارش میذارم، نهایی سازی سفارش زدم. اینجا میتونی کارت به کارت هم کنی، فیش آپلود کنی و در این قسمت از طریق درگاه راحت تر از پرداختش. روی پرداخت میزنی رزوال. بعد از این قسمت شماره کارت خودت وارد میکنی. شماره کارت وارد کردی، رمزی سی وی 2 میزنی. بعد از اون سال ماه اینا ذخیره میباشه، چون که چند بار خرید زدیم اونا ذخیره میباشه. این قسمت 60251 اینا وارد میکنی. درخواست رمز پویا رو میزنی. رمز پویاتون که فعال باشه براتون پیامک اسمس میشه. خب در قسمت پیامک اومد، من میرم ببینم 49000 تومان روی رمز میزنم، کپی میگیرم. بعد از این کپی گرفتن میام اینجا وارد میکنم در قسمت. خب روی پرداخت شد میزنم. خب الان این خرید من موفقانه ثبت شد و از این قسمت هم میتونم به مشتریم یا به کسی دیگر فیش بگیرم که اینقدر یوسی به این آیدی سفر بالا کش میکنه. مشاهده سفارش یا بازگشت به فروشگاه میزنم. بازگشت که زدم چیز دیگه هم که نیاز داشتم میتونم خرید کنم، اگر نیازی هم نداشتم میتونم بیرون برم.